خواهش ما همین است که خودمون رو ملتمون رو برداشتن، لباس ملی رو فرهنگ ملی رو برداشتن، لباسهای ملی رو نمایش دادن. باز با دولت‌های دیگر هم معرفی کردن. دخترای قد بلند باید باشن، از چهره خوشرو داشته باشن، برای که همون لباسی که میپوشن هم با او زیب داده باشد، هم او با لباس زیب تید. فکر میکنم که در این سالهای اخیر به نهایت با مودی تاجیک و با لباس تاجیک و برای طراحان تاجیک بسیار شرایط فراهم شده است که میتوانند در چهاره‌بینی‌ها و در همه روزه در چهاره‌بینی‌ها و مخصوصا همین چهاره‌بینی که ما گذرانده ایستادیم هفته بلندی مود برای همین طراحان است که میتوانند لباس‌های خود را در اینجا آمده نمایش دهند و باز یک مقصد دیگر است که مثلا در یک جایگی ساختن یک برنامه مود در داخل کشور و بیرون از کشور برای نمایش دادن در دیگر کشورها رابطه فرهنگی لباس را جاری ساختند.